سلام بچه ها، خوش آمدید به این ویدیو. من کد بلک ولف هستم. تو این ویدیو خب رونمایی از اکانت قبلیم که دزدیدن و براتون رونمایی کنم. قبل از اینکه برید سراغ ویدیو، لایک، کامنت و ساب یادتون نره. کانال اینستاگرامم دنبال کنید. خب بریم سراغ ویدیو. این اکانت تقریبا 10 سیزن پیش یا کمتر یا بیشتر اینو دزدیدن ازم. من اسمش هنوز اسمش عوض نشده تو بازی و هیچ کس تا الان که از اون موقع تا الان هیچ کس آنلاین نشده تو اکانت. اگه کسی مثلا دزدیده باشه باید یه بار آن شده باشه تو این اکانت، ولی هیچکی آن نشده. و هر کی بتونه این اکانت رو برگردونه 5000 سی پی با اندازه یه بتل پس سی پی بهتون جایزه بهتون میدم. اگه بتونید برگردونید، اگه اکانت رو برگردونید و داشت ندادید، اکانت رو به من ندادید و بر نگردونید به من، این ازتون شکایت میشه. حالا من کلی آشنا دارم که میتونن پدرتون رو در بیارن. حالا خواهشن اگه میتونید کسی رو میشناسید که اکانت رو برگردونه معرفی کنید یا خودتون رو به من معرفی کنید که اکانت رو برگردونه. 5000 تا سی پی بهتون میدم و با اندازه یه بتل پس سی پی بهتون میدم. 5360 آره دیگه 5360 سی پی بهتون جایزه میدیم. خب مشخصات اکانتمونم که اینه: 5 تا متیک داشتم که کیلو سرچه 1، فنک، اودن، پیسکیپر و 34 متیکایی که داشتم. گان لژند دارم که 18 تا لژند داشتم: MSMC، آرتیک 50، چلفت کروماکو، ازوال، آسیابان گانزو، کن 44 رو 4مین ضربه که گرفتم. روس اسنوپ داگ، لوکاس آویا و کیوکینین مذابی نیست ببخشید، فضاییه تا 25 آرتری، M13، مکسن، کریم، M4LMG ریپر، دیل زلات که خیلی عاشقشن، همه عاشقشن، HT40، M4 و اگه درخواست داده منوار که همتون میدونید که رایگان داده بهم که ولکن نیست. به جز این گردونه که زدم، گردونه باندل دیل ردکشن رو زدم، اکانت دارم. کریت CBO4 هم دارم که خیلی ایم پیدوینی داره بهترین گانی پیکای بازیه. و یه گان دیگه و اسکینا ریپر لجند رو دارم. میای پایین باندل فرگو میبینید، باندل فرگو زدم، باندل ویو هریس رو دادم. کریت این سراف CBO4 رو که بعضیتون شاید بشناسید اونو دارم. کریت روینی دارم، اسکین روینی که کریتشه اونم دارم. باندل زیرو سلطانا، باندل فانتوم ولکن نیست و آرتری تا 25 که
همه عاشقشن، اینکه دان نداره. خودم عاشقشم. یکی از اسکینایی که خیلی عاشقشم ایجکس کریته که اینا خیلی عاشقشم. و اینم اسکین بک که تو لاکی باکس اومده بود که من با یه دونه سپی گرفتمش، انا که میبینید. و همین دیگه، اینم از اسکینا. اینم از ماشین و موتور و تانک و اینا که اپیکایی که دارم. این اکانت زیاد قدیمی نیست، خیلی قدیمی نیست زیاد. خب اینم که منواره. و اینم که هیچی. اگه بتونید اکانت رو برگردونید 5360 رو بهتون سیپی تعلق میگیره. این اکانت هم تقریبا 10 تا گان دایموند داشتم، نصف گانام هم گلد بود. میتونستم داماس رو باز کنم که این اتفاق افتاد. قبلا این اکانت کلا خیلی با تو مولتی بازی نمیکردم که گلد کنم، و الان اون موقع شانس من همین که داشتم گلد میکردم دیگه اکانت به فنا رفت. خواهشاً اگه میتونید یا کسی میدونید که میشناسید که اکانت رو برگردونه به من معرفی کنید که اکانت رو برگردونه. و خودتون تو این اینستاگرام اگه برگردونید تو این اینستاگرام و یوتیوب تگ خواهد شد و تو استوری هم تگ میشید. خب اینم از این. خداحافظ.